Welcome to فردین PC استودیو. امیدوار هستم که در هر کجای از این جهان باشین جور، صحتمند و سر حال باشین. خب نظر به تقاضای بیننده های عزیز که در بخش کامنت ها از من تقاضا کرده بودن که یک ویدیوی جذاب و آموزشی راجع به کارت گرافیک بساز، خب من هم که از اونجایی که نظریات و کامنت های شما برای شخص بنده خیلی ها ارزشمند است، من هم تصمیم گرفتم که یک ویدیوی جذاب و آموزشی راجع به کارت گرافیک برای شما بیننده های نهایت عزیز بسازم. امیدوار هستم که از این ویدیو خوشتان بیاید. ویدیو را لایک کنین، سابسکرایب از یادتان نرود. بریم سمت آموزش. دوستان نهایت عزیز، باز هم سلام. در این ویدیو قرار است بحث کنیم درباره کارت گرافیک و یک معلومات اساسی و جذاب راجع به کارت گرافیک داریم که میخوایم برای شما عزیزان بیان کنیم. اگر میخواین که بدانید که کارت گرافیک چیست و چگونه عملکرد داره، پیشنهاد میکنیم که این ویدیو را تا آخرش تماشا کنین. لایک و سابسکرایب از یادتان نرود. بریم سمت آموزش، ببینیم که کارت گرافیک دقیقاً چی است. با یاد نام خدای پاک و بی‌نیاز آموزش خودمان را شروع کنیم. بیایید ببینیم که کارت گرافیک چی هست. GPU یا Graphic Processing Unit. کارت گرافیک یکی از اجزای سخت افزاری است که در روی مادربرد کامپیوتر نصب شده است و فقط برای کارهای که پردازش دیتاهایی که فقط و فقط دارای دیتاهای تصویر، ویدیو و فیلم است ساخته شده است. گرافیک برای کارهای 2D و 3D همچنان ساخته شده است. کارت گرافیک کمک میکنند برای CPU تا از کارهای محاسباتی و فشرده همچنان خلاصی یابد. رسیدیم به پایان ویدیو. امیدوار هستم که از این ویدیو خوشتان آمده باشه و از یادتان نرود که در ویدیو آموزش بعدی قرار است بحث کنیم راجع به علائم خرابی کارت گرافیک و واقعا یک ویدیوی جذاب و دلچسپ است و پیشنهاد میکنم که اصلا آن ویدیو را از دست ندهید. تشکر و سپاس فراوان که تا این لحظه با ما بودید. لایک و سابسکرایب از یادتان نرود. خدا حافظ.